ساناز چی کار کردی تو؟ از دست تو حتی دانشگاه و مدرکت هم فیک از آب در اومد. حالا من میخوام اینو با مدرک و سند به همه ثابت کنم. البته خودت اینو میدونی. همین اول بگم هر پارتی که میریم جلو قراره هی دارکتر و عجیبتر شه. چرا که ایشون یه حرفایی زده، یه پستایی گذاشته که هیچ جوره با واقعیت جور در نمیاد. یعنی واقعیت وایساده یه جای دیگه، داره ایشونو با تعجب نگاه میکنه، میگه بابا این داره چی میگه دیگه. من چه وزه و پیگیریم، یعنی من چقدر تیزم. هم که قسمت اول اون حرکاتو کردی و 10 دفعه یه چیزو تکرار کردی، همچین تیز شدم رود. گفتم خدایا این داره چی میگه. واسه همین رفتم تو سایت دانشگاهت، از هوش مصنوعی کمک گرفتم، حتی رفتم وزارت بهداشت آمار گرفتم و میدونی که چی فهمیدم؟ گفتم ای چت جی پی تی، ساناز ما خیلی موفقه، پاشم میندازه رو پاشو، میگه که همه میتونن مثل من زحمت بکشن، تلاش کنن. حالا من چجوری میتونم مثل ساناز موفق شم، دندون پزشکم، بعد برم عشق ابدی اینو بکنم تو چش همه؟ حالا میدونی چت جی پی تی چی گفت؟ من این گوشه براتون میذارم، خودتونم هر جا لازم بود پاس کنین و با دقت نگاه کنین، نظرتونم حتما بگین. من میخوام براتون خلاصه‌شو بگم. گفت 3 چیزو لازم داری. شماره 1 دیپلم دبیرستان. اوکی، گفتم خب اینو هممون داریم، چیز پیچیده و عجیبی هم نیست. شماره 2 پاسپورت. خب اینم اصلا پیچیدگی نداره، یا داریم یا میتونیم بریم بگیریم، هزینه زیادی هم نداره. ولی شماره 3 که خیلی برام جالب شد و همون شد فرق من و ساناز، پوله. بله شما یه فرقی با همه داری، واسه همین نشیم واسه بقیه لکچر درست کن که برید تلاش کنید. پول کمی هم نیست، 5-6 هزار دلار سالیانه برای این رشته است، جدا از هزینه‌های زندگی که هممون میدونیم چقدر وحشتناکه. حالا از وزارت بهداشت آمار گرفتم. وزارت بهداشت شماره داره، سایت داره، یه لیستی داره، پی دی اف میتونین دانلود کنین ببینین. من این گوشه براتون میذارم که کارتون راحت تر بشه. اصلا دانشگاه‌های آذربایجان هیچ کدومشون توی این لیست نیست، یعنی انقدر رنکینگ این دانشگاه‌ها پایینه که هیچ جوره توی این لیست قرار نمیگیره. یعنی ایشون داخل ایران نه معادل سازی براش میکنن نه لایسنسی داره. بعد من یاد یه پستی افتادم که گذاشتی و یونیت دندون پزشکی و خودت و روپوش سفید و زعفرانی تهران، کدوم مطبی به شما اجازه کار داده؟ آدرسشو بده، ما مسیرمونم افتاد یه موقع اشتباه نریم اونجا بزنه دهنمونو سرویس کنه. یعنی من و ساناز یه فرقی با هم داریم. ایشون میتونه داخل ایران توی یه زیرزمینی اتاق پشتی یه پرده بندازه، بزنه دندونای پژمان رو سرویس کنه، ولی خب من این کارو نمیتونم کنم. تنها فرق من و ساناز اینه، من هیچ فرق دیگه توی این زمینه با هم دیگه نداریم. یه چیز مخصوص دیگه، یعنی من دیگه اینو دیدم مغزم اتصالی کرد، اونم اینه که ایشون پستایی که داخل اینستاگرامشه همش هم واقعی نیست. بعد من یاد پژمان پینترستی افتادم. چطوره که تمام عکسایی که شما 2 نفر استفاده میکنین جای دیگه هم هست به نام کس دیگه؟ من این عکس رو دیدم گفتم نه بابا این کار ساناز نیست، این کار کلینیک ساناز توش کار میکنه نیست و حدسم هم درست بود. این عکس رو سرچ کردم، رسیدم به یه عکاسی که برای یه کلینیک دندون پزشکی عکاسی کرده و لیست تمام دکترایی که تو اون کلینیک کار میکنن اونجا هستش و همون جوری که خودتونم تا الان فهمیدین اسم دکتر ساناز توی اون لیست نیست. یعنی ایشون عکس رو برداشته یه عکاسی دزدیده گذاشته تو پیجش به اسم خودش، یعنی دیگه این تهشه. وای اینو امکان نداره باور کنین، یعنی من خودم هم هنوز باورم نمیشه و خندم میگیره. اونم اینه که ایشون تو قسمت اول اگه یادتون باشه بحث نایت لایف استانبول بود و ایشون برای اینکه کم نیاره خواست بگه که نه من استانبول زیاد میرم و کورس برگزار میکنم. اول اینکه قربون شکلت این کورس نیست، کورسه، حداقل کلمه‌ای که استفاده میکنی رو درست بیان کن. دوماً اصلا کورس هایی که به قول خودت
برگزار میکنیم فیک انگار. من رفتم کورس هاشو بررسی کردم. ایشون یه سری اطلاعیه گذاشته تو اینستاگرام که کامنتش هم حتی بسته که آره فلان تاریخ فلان جا کورسه. اوکی، تا اینجا قابل باوره، ولی چیز عجیبش اینه که هیچ اطلاعات برقراری ارتباط نداره. یعنی فرضاً من الان بخوام توی کورس ایشون شرکت کنم، خب من چجوری باید لینک بشم؟ من چجوری باید هزینه رو بپرسم، شرایط رو بپرسم؟ بعد عجیبترش اینه که بعد یه هفته همون بنر رو اطلاعیه رو گذاشته نوشته سولد اوت. یعنی کنسرت علیرضا قربانی به این سرعت سولد اوت نمیشه که کورس شما به قول شما شده، اونم بدون هیچ اطلاعات تماسی. دقیقاً جریان چیه؟ حداقل بگو، روشن کن. من برداشت خودم رو کردم، حالا شما هم با توجه به حرفایی که زدم و سندی که براتون اینجا گذاشتم نظرتون رو بنویسین و البته سانازم بیاد شفاف سازی کنه. ولی چیزی که من برداشت کردم و خودتون میدونین چیه، واسه همینم هست که الان اینجا هم. شما هم برداشتتون رو برام بنویسین ببینم شما چه برداشتی کردین از این همه تناقض. عزیزم، شما دندون پزشک، شما بهترین دندون پزشک خاورمیانه، اصلا شما بهترین دندون پزشک جهان. اوکی، خب به ما چه؟ خب به من چه؟ خب به عشق ابدی چه ربطی داره؟ بابا رفتی پارتنرتو پیدا کنی، پارتنرتو پیدا کن. یه بار گفتی اوکی، به پارتنرت بگی اوکی، ولی دیگه من دکتر دندون پزشکم. سر قریشی از شما میپرسه رابطه تاکسیک داشتی، میگی نه من دندون پزشکم. بابا چی کار کنیم ما؟ برات گلریزون را بندازیم؟ نوش جونت، پول خانوادت، مدرک نونیمت از دانشگاه رنکینگ پایین، همه اینا نوش جونت. همین که اسم و شغلتو گفتی تمام، بسه، ریلکس کن. الان منم میخوام یه لیوان آب بخورم ریلکس شم. خوب به حرفام دقت کنین. من نمیگم ایشون دندون پزشک نیست، ایشون توی آذربایجان یه لایسنسی داره که من بعید میدونم تو اروپا هم اینو قبولش کنم، واسه همینه که همچنان داره دوره میگذرونه. ولی این حجم از گفتن شو آف و فلکس برای یه دانشگاهی که صرفا شما باید پول داشته باشی تا واردشی زیادیه. شما زحمت کشیدی، آفرین، نوش جونت. خانوادت پول داره، نوش جونت. هر چیزی که هستی مال خودت هستی، بسه، دست از سر ما بردار. من تازه به این نپرداختم که شما با پارتنرت وارد برنامه شدی و از قبل یه زد و بندی داشتی و اینا. اصلا اونا به من ربطی نداره. به عنوان یه مخاطب قطعاً که به شعور من توهین میشه، ولی اصلا با اونا کاری ندارم. بقیه دارن میپردازن، منم فقط نگاه میکنم. ولی من با جای دیگه کار دارم که الان اومدم سراغت. لطفاً اون پستای فیکو پاک کن، حرفای فیکو پاک کن. الکی واسه بقیه جملات انگیزشی نگو. اصلا تو واقعا در جایگاهی نیستی که این جملات انگیزشی رو بخوای به بقیه بگی، چون بارها گفتم، تکرار کردم، شما چیزی داشتی که 90% آدما ندارن. پس رها کن لطفا. اینجا برنامه سرنخ. ما اینجا قراره چیکار کنیم؟ ما اینجا قراره قضاوت کنیم، ما اینجا قراره نظر بدیم. به عنوان یه مخاطب که وقت میذاریم برای یه برنامه، حق داریم که نظر بدیم نسبت به چیزی که میبینیم، میشنویم و چیزایی که خودشون توی سوشال مدیاشون قرار میدن. پس اینکه فقط خدا میتونه منو قضاوت کنه، نه، ما اینا رو نداریم اینجا. ما حق داریم که درباره هر چیزی که میبینیم نظر بدیم. اگه شما هم با این نگاه موافقین، حتما سابسکرایب کنین، لایک کنین و نظرتون هم به هم بگین. اگرم مخالفین، آزادانه نظرتون رو واسه هم بنویسین. من تک تکشو میخونم و به همشون جواب میدم. فعلا اینجا برنامه سرنخ.